سلام دوستان عزیز، در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از آموزش‌های پریمیر. امروز میخوام راجع به درست کردن یه افکت RGB صحبت بکنم. این افکت درست کردنش روش‌های خیلی زیادی داره، اما امروز من یه روش خیلی ساده و یکی از روش‌هاشو در اصل راجع به صحبت میکنم که بسیار هم پرکاربرد. همونطور که خودتون میدونید توی موزیک ویدیو و عرضم به حضورتون که خیلی از کارهایی که روزمره باهاش سر کار دارید جزو افکت‌های بسیار بسیار پرکاربرد محسوب میشه. با هم دیگه بریم ببینیم خیلی سریع و کوتاه. عرضم به حضورتون که من اینجا یه ویدیو دارم و اینو با هم پلی میکنیم. یه ویدیو رقص هست، یه فضای نوری هم داره، یه اسموک و از اینجور مطالب هم توی این تصویر وجود داره. میام تو قسمت پنل افکتم گزینه VR گلیچ رو سرچ میکنم، VR دیجیتال گلیچ. من اینو درگ میکنم روی این ویدیو. در پنل افکت کنترل هم اینجا باز میشه. همونطور که ببینید توی تصویر من یه سری خرابی های ایجاد شده که باید اینا رو از بین ببرم. میام توی قسمت VR دیجیتال گلیچ هم توی پنل افکت کنترل هم تو قسمت دیستورشن و میام پایین گزینه دیستورشن ریت رو صفرش میکنم همونطور که میبینید و میام این بالا گزینه کالر دیستورشن رو زیادش میکنم و من میتونم با این عرضم به حضورتون که این تغییرات رو توی تصویرم ایجاد بکنم. حالا چند تا کار دیگه هم میشه کرد. مثلا من این رو پلی بکنم، ببینید این الان این حالت RGB رو توی تصویرش داره. میتونم از این افکت یک کپی بگیرم و کنترل C کنترل V که این مقدار این تغییر بیشتر بشه. همونطور که میبینید الان این اتفاق بیشتر شد. بذارید من اینو پلی کنم یه بار و این پایینی رو اگر خاموش کنم میبینید که میزان اتفاقی که افتاد اینجا توی این قسمت مشخصه. میبینید یه سبز و انگار 4 تا لایه داره و ضمن که خب من میتونم این قسمت رو یه ذره کمترش بکنم که این میزان چیزی که داره اتفاق میفته کم یا زیاد بشه. خودم میتونم کنترل بکنم. میتونم بهش کی فریم بدم، یعنی من مثلا بیام در این نقطه کی فریمش بدم، بگم این پایین باشه و اینجا بیشتر بشه که حالا این به دلخواه خودتون میتونید کار رو انجام بدید و یه همچین فضایی درست بکنیم. و بعدش میتونم اگر دلم خواست یا خواستم یک کار دیگه انجام بدم یا گلو هم به این تصویر اضافه بکنم برای اینکه فضا رو یه خورده فضای عرضم به حضورتون که درخشنده تری بکنه. من اینو اضافه میکنم. میبینید به محض اینکه اضافه کردم اون پشت، یه بار من اینو خاموش کنم، میبینید اولین تغییری که ایجاد شد روی این چراغی که این پشت بود و من از اینجا میتونم تغییرات خودم رو اعمال بکنم. لوما ترشهولد هست که میزان لوماهای تصویر و ترشهولداش رو تشخیص میده که اونا رو تغییر بده. من این لایر باز میکنم که راحت‌تر بتونیم کار بکنیم اینجا و یکم میارمش پایین که این فضا رو یکم به این سمت ببره. میزان شعاع قسمت ردیوسی که شعاع گلویی که میخواد بهمون رو با این تغییر میدم و روشناییشو میتونم کم یا زیاد بکنم که باز به دلخواه خودتون میتونید این کار رو انجام بدید. یا از تینت کالر تصویر استفاده بکنم و بهش یک تینتی اضافه بکنم بر اساس کاری که میخوام. مثلا من اینو بیارم تو فضای بنفش قرارش بدم. یه همچین حالتی هم میشه ازش استفاده کرد که حالا با تغییرات کیفرم و اینجور چیزا هم میتونید تغییرات بیشتری انجام بدید. یه افکت دیگه هم داریم به نام فست بلار. من این رو هم میتونم اضافه بکنم به این لایه، اما بهتره که من از این یک کپی بگیرم بذارم لایه بالایی و این افکت هایی که روی این لایه هست لایه بالایی رو خاموش بکنم به این حالت و بعد بیام این فست بلارم رو بهش اضافه بکنم. بیام تو پنل افکت کنترل هم میزان این افکت رو اعمالش رو ببرم بالا 28 یا مثلا حالا اعداد دیگه ای که
میتونیم استفاده بکنیم بر اساس دلخواهمون. این افکت کاری که انجام میده تصویر رو محو میکنه، بلر میکنه، یه حالت محوی ایجاد میکنه. و بعد میام تو قسمت بلندینگ مودم بالای همین لایه اینجا و یکی از بلند مودهامو تغییر بدم، مثلا بذارمش رو اوورلی، یا اگر دیدم خیلی سنگینه برای این میتونم اوپاسیتی این رو هم کمش بکنم. یه حالت بلری هم به تصویرم اضافه میشه، خود اوورلی این شکلیش میکنه، همونطور که میبینید یه حالت عرضم به حضورتون که توهمگونه هم به تصویر اضافه میکنه، یه حالت فلش بک یا رویا. یا میتونم بیام از بلند مود دیگری مثل سافت لایت استفاده بکنم. بر اساس فضاهای رنگی متفاوتی که دارید شما میتونید گزینه‌های متفاوتی رو انتخاب بکنیم که من به شخصه اینجا به نظرم اوورلی با یه اوپاسیتی حدوداً 22% میتونه کمک بکنه به اینکه اون فضایی که میخوام داشته باشم رو به دست بیارم. این شد آموزش امروزمون. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. موفق و مؤید باشید.